حکم کشتن مأموران امنیت و مانند آنها. سوال: در بین بسیاری از جوانان ورقه ها پنهان شده است که در آنها کشتن مأموران امنیت مخصوصاً کارمندان تفتیشات را جایز می شمارند که این به حیث فتوا به یکی از طالب علمان نسبت داده می شود و آنها را با حکم مرتدان می دانند. از حضرت خواهش دارم که حکم شرعی در این باره و تأثیر این کار خطرناک را بیان کنید. جواب: الحمدلله، این از مذهب خوارج است. خوارج علی ابن ابی طالب را رضی الله عنه کشتند که بهترین صحابه پس از ابوبکر، عمر و عثمان رضی الله عنه بودند. پس کسی که علی ابن ابی طالب را رضی الله عنه کشت، آیا مأموران امنیت را نمی کشد؟ این است مذهب خوارج و هر کسی که با آنها چنین فتوا دهد مثل آنها از جمله آنها است. پناه به سوی الله. و مأموران مباحث از مسلمانان هستند که برای حفظ امنیت کار میکنند. شیخ فوزان، اجابة المهمة، مجلد اول، صحیفه 94-95.